درود خدمت برابکس گنگ و خفن چنل. چطورین بچه ها؟ امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. بچه ها بدون مقدمه خیلی سریع میخوام برم سر اصل مطلب. بچه ها امروز میخوام بهتون یه سنسیویتی یاد بدم که خودتون سنس خودتون رو بچینید، سنسیویتی خودتون رو داشته باشین و باهاش بتره کنید و واقعا کیف کنید و بعد از اینکه این کار انجام دادین بیاین برگردین تو چنل و بگین واقعا اکسپارتا دمت گرم، دمت گرم و واقعا ترگوندی. و گزینه‌ای که هستش میخوام یه چیز دیگه هم بهتون یاد بدم که شما بچه ها و عزیزای دلم بتونید بدون اینکه حتی اصلا نیازی باشه از کسی یاد بگیرین یا تمرین های دیگه انجام بدید. توی بخش ترینینگ بچه ها یه سری تمرین ها بهتون میگم که واقعا کمک میکنه و اساسی ترین چیزهایی که برای ریکوئل گیری گانتون نیاز هستش و همه رو بهتون توی این ویدیو میگم و با اون میتونید بتره کنید و خیلی توی بازیتون تاثیر فوق العاده میذاره. ویدیو رو تا آخر ببینید و اگر نقطه قوت یا ضعفی توی ویدیو میبینید حتما بهم بگید توی کامنت ها. سعی میکنم اونا رو برطرف کنم و از اون نقاطی که میگید استفاده بکنم. خیلی خوشحال میشم که به من بگید و اگر که کمکی یا آموزشی یا مشکلی چیزی هم حتی توی ورود بگیم یا اکانتتون بند شده و یا هر چیزی که احساس میکنید این مشکل رو دارید به من بگید. من در خدمتتون هستم و سعی میکنم که این مشکلات رو حل کنم و در کنارتون هستم. بدون معطلی وقت بریم سراغ ویدیو. لایک ویدیو یادت نره. دمت گرم. خب بچه به خدا این دفعه سومیه که من دارم ویدیو میگیرم و بیشتر از 20 دقیقه میشه و میبینم وقت شما رو واقعا میگیره و ویدیو رو دوباره میگیرم. بچه بریم خیلی سریع و کوتاه در حد 4-5 دقیقه بهتون کامل آموزش بدم و سراغ حاشیه نریم. بچه اولین چیزی که هستش، هر گان اتچمنت هایی که شما میچینید روی گان تاثیر میذاره رو هم دمیج گانتون و هم روی ریکوئل گیری گانتون. بچه نگاه کنید، یه دونه 96 تا زد، در صورتی که الان من برل رو بردارم بدون هد تیر بزنم 93 تا 94 تا دمیج میزنه و این پس هر اتچمنت متفاوته. ممکنه این دمیج بیشتری بزنه ولی ریکوئل گان منو زیادتر. دومین گزینه که بخوام بهتون بگم در مورد ریکوئل گیری بچه‌ها اینه که نگاه کنید شما حالت نشسته، خوابیده و ایستاده شما بچه‌ها خیلی متفاوته تو ریکوئل گیری گان و تو زمانی که شما میخوابید 30% ریکوئل گیری راحت‌تر و ریکوئل گانتون کمتر میشه. دومین گزینه‌ای که وجود داره بچه‌ها پیک دادن، باز نزدیک به اگه اشتباه نکنم 5 تا 10% بچه‌ها ریکوئل گانتون رو میاره پایین و کمک میکنه بهتون که ریکوئل گانتون کمتر بشه. پس حالت عادی تیر نزنید، نشینید این به قولن کپک تیر بزنید. پس سرتون رو کج کنید و پیک بدید و تیر بزنید. دومین گزینه برای این دوستانی که حالا دوست دارن توی مثلا طرف توی ماشین داره میره و میخوان آقا تو ماشین طرف رو اسپری کنن، اولین چیزایی که بخوام بهتون بگم و حیاتی ترین چیزایی که نیازتون باشه برای اینکه بتونید طرف رو بزنید این حالتایی بود که بهتون گفتم، حالت خوابیده، نشسته و پیک دادن. و دومین گزینه زمانی که شما اسکوپ مثلا 3 رو دارید بچه فاصله خیلی براتون مهمه. شما فکر کنین مثلا این یه انمیه که داره اینجا با ماشین میره، خب با سرعت مثلا 100 تا داره میره. بچه شما وقتی میخواین اینو بزنین نیازی نیست اینجا رو تیر بزنین. اگه بخواین اینجوری بزنین انمی اینجاست، شما تیرتون تازه میخوره اینجا. چرا؟ نگاه بکنید من زمانی که تیر میزنم بچه نگاه کنید اینجا تیر که میزنم یه حالت ضربه تیره میبینید بعدش میخوره اونجا. اینو توجه کنید، نگاه حالت وقتی من تیر میزنم و ایممو میکشم این ور اون ماشین حرکت میکنه دیگه. نگاه بکنید تیر چقدر بعد از ایم من میخوره به اون هدفی که در نظر دارم. خب دیدین بچه، حالا نگاه کنید این فاصله اگه زیادتر باشه تیره رو باز با ایم من در نظر بگیرید، میبینید چقدر متفاوت شد و چقدر فاصله بیشتر شد. حالا باز هرچی فاصله بچه بیشتر بشه این با قولن تیر خوردن خیلی دیرتر میشه. نگاه بکنید حتی از صفحه هم میخواد خارج بشه. پس زمانی که شما مثلا یه ماشین از نزدیکتون رد میشه باید مثلا اگه هد طرف اینجاست شما اینجا رو بگیری بزنی. زمانی که میبینی آقا نه فاصله دورتره، در این حالت اینجاست، طرف شما باید اینجا رو بگیری بزنی و تیر به هد طرف بخوره. و اگه فاصله خیلی دورتره اینجاست، شما باید اینجاها رو بگیری بزنی. درس فرق میکنه، هر جا
و باید همه اینا رو در نظر بگیری. سومین گزینه هم که هستش بچه، فاصله شما با طرف باعث میشه که افت تیر پیدا کنید یه ذره، ولی خب بالاخره تاثیر میذاره. مثلا شما اگه بخواد اینجا رو بزنید، نگاه بکنید من دقیقا وسط اینجا رو نگاه بکنید، من بالای سر حتی یه ذره بالاتر از سر این سیبل رو در نظر میگیرم و یه تیر میزنم و تو تصویر شما میبینید که دقیقا با این تر از یعنی یه چیزی حول و حوش زیر دماغ سیبل خورده. پس یعنی چی؟ یعنی که تیر من افت چیز داشته و باعث شده که تیره بیاد پایین تر. پس هر جایی رو شما میخوان بزنید با اینا رو تست کنید، بیاد دونه دونه تست کنید. خوبیه بچه ترنینگ اینجاست که تو بخش ترنینگ که میاین نگاه بکنید، شما میتونید بیاین اینجا آدمک بزنید تو این صداها رو بگیرید و راش بدید، پیک بدید، پشت در هی تیر بزنید، هی همجوری خودتون رو تست کنید. دومین گزینه ماشین فلان هست که میتونید از اینجا بردارید. اینجا کلی سیبل هستش که شما میتونید بیاد تست کنید و خودتون رو بسنجید. باز این بالا هم که دیگه خودتون دیدین دیگه، یه سری سیبل هستش که تکون میخوره و شما خیلی قشنگتر میتونید ریکویل بگیرید. اینجا هم که کلی موانع هستش که شما میتونید باز بیاد پشت اینا پیک بدید، راش بدید این ور اون ور. مثلا هی بخوای پشت کاور، مثلا میگم میخوای اینجا رو پیک بدی ببینید آقا میتونی تیر بزنی، نمیتونی تیر بزنی یا چه جوری هستش. و گزینه بعدی هم که دیگه همتون میدونید بچه، نگاه بکنید زمانی که شما میچسبید به این کاور، نگاه بکنید گان اسلحه‌ای که تو دست منه دقیقا پایینه و در واقع تیر زدن من همه تیرا رو میزنه رو زمین. شما هر موقع خواستید اصلا یه جا کاور گرفتید، از کاور فاصله داشته باشید، فاصله تقریبا 1 متر رو رعایت بکنید که گانتون بچه وقتی که پیک میدین نچسبه به این و تیرتون کج بشه. شما وقتی بچه نگاه بکنید کاور رو چسبیده باشی پیک بدی، تا اینجا مثلا گانتون نمیاد بیرون و حتما باید هدتون هم باهاش بیاد بیرون. ولی زمانی که از فاصله داشته باشین، یه لحظه میان بیرون، تیر میزنید و برمیگردید و اگه واقعا به قولن ریکویل گیری و ایم خوبی داشته باشین، طرف هد کردین و همون هد یه دونه هد 50 تا حداقل دمیج شما رو جلوتر میندازه و طرف رو راحت ناک میکنید. و اگه ایم گیری خوبی نداشته باشید برعکس میشه این قضیه. پس خیلی مهمه این قضایا و بهشون توجه کنید و خیلی اوکیه. و گزینه آخرم که بخوام بهتون بگم که این ویدیو خیلی طولانی نشه، خیلی زود تمامش کنم در حد 30-40 ثانیه، بچه‌ها نگاه بکنید. شما میاد تو تنظیمات، تو بخش سنسیتیویتی، اینجا گزینه سمت راست بالا نوشته ادوانسد سیتینگ، اینجا رو که بزنید اینجا میاد دونه دونه این گزینه اد که بزنید بچه گان هایی که دارید و اد میدید. من تمام اسنایپ ها رو اینجا اد دادم و میاد برایشون سنس میچینید. من مثلا اسکوپ 3 برای ای دبل هم که بخوام براتون بیارمش، نگاه بکنید رو چنده 11 تقریبا همه سنس های من یکیه، همه اسنایپ هم. خب یعنی چی؟ یعنی من آقا مثلا سنس ای دبل هم اگه توجه کنید اینه. خب نگاه بکنید اندازه همون قدری که انگشتم اینجا داره میره رو توجه بکنید، همون قدر من با اسکوپ به 3 رو هر دو تست کنم، چون 8 رو روی اون نمیتونم بندازم. نگاه بکنید رو 3 من میام آقا اینو تست میکنم. خب میبینید آقا سنس من اینجوریه و اینقدر بیشتر نمیاد بچه دیگه، بیشتر از این. خب حالا همینو من میندازم روی اسنایپ، روی رایفلم، ببینم آقا واقعا رایفلم هم همینجوریه یا نه. بچه سنس من نگاه بکنید اصلا خیلی سریعتر میاد این ور اون ور و خیلی این ور اون ورتر میشه. چرا؟ چون سنس من بچه‌ها، سنس اسنایپ من تنظیم شده است روی چی؟ روی ای دبل من اومده تنظیم شده روی 11 بچه‌ها. خب این الان چیزه کارنامه‌اش، این ای دبل منه روی 11 تنظیم شده. ولی تو بیسیک من تو حالت عادی به جز اسنایپری که من اونجا عد دادم، تمامی گانهای من اسکوپ 3 شون رو 23، یعنی به جز این اگه گروزا نمیدونم هر گانی که دیگه به جز اسنایپ ها بردارم، ام 700 هر گانی بردارم اسکوپ 3 تنظیم شده رو 23. پس من رایفلامو خیلی راحت تر میتونم به قولن ریکویل گیری بکنم. حالا شما مثلا ممکن آقا بیای اینجا تست بکنی میبینی او من رو مثلا اینفور خیلی خوبه، رو اکثر گانا مثلا اینجا رو نقطه میزنم، ولی میرم ام 700 برمیدارم میارم اینجا مثلا میزنم اینا ایمم اینجوری میشه. چرا اینجوریه؟ خب معلومه بچه‌ها ام 700 گانی که دمیج بیشتری میده ولی ریکویل بیشتری داره. پس شما میای اینجا تو این بخش و تو بخش سنسیویتی اینجا گزینه همون ای آر رایفل، میای اینجا مثلا اینو ادش میدی و گروزا ببخشید ام 700 رو پیدا میکنی اینجا ادش میدی
و برای خودت سنس میچینی، میگه خب اسکوپ 3 رو من خواستم تنظیم کنم خیلی کم بود، میاریش بالاتر میاریش مثلا تا یه جا انقدر سنس تو میبری بالا که مثلا میبینی آقا با ام 700 هم داری نقطه میزنی، پس این اوکیه. سنستون رو اینجوری تنظیم بکنید. این که برید از یکی مثلا آقا یه استریمر فلان گفته آقا اینجوری مثلا اون برداریم، آره این خوبه، ممکنه طرفی دانش تجربه داشته باشه، ولی بچه‌ها شما مطمئن باشید تا بخواید با اون سنس مچ بشید و ببینید چی به چیه کلی زمان ازتون میره و شاید اون سنسی که اصلا میخواید نباشه. شاید آقا مثلا طرف همه چیزاش متفاوت باشه، پس بیاد آقا ببینید چجوری راحت تری. ببینید آقا شما پیکتون رو بذاری سمت راست بهتره یا سمت چپ. شما ممکن دست چپ باشه، اصلا دست چپ قالب چپ باشه، واسه فرق میکنه تو سنساتو چجوری بچینی. همه اینا بچه تاثیر داره. بس به نظر من اشتباهه که بخواید یه سنس از یه جا مثلا آقا کپی بذاره بعد شما بردین بچینید و برید اش کنید. نه، این واقعا به در نمیخوره. بیاید اینجا تست کنید آقا، ببینید اصلا میتونید بزنید یا نمیتونید بزنید، چجوریه بچه‌ها. قشنگ تست کنید و دونه دونه دستتون بیاد که چی به چیه و همه رو یاد بگیرید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و چیزای آموزنده و چیزایی که میخواستین رو بهتون یاد داده باشم بچه‌ها. من اکسپارتام خوشحال میشم توی کامنت ها بهم بگین که ویدیو چجور بود و به دردتون خورد یا نه، و اگر مشکل و یا توضیحی ندادم به هم بگین بچه. واقعا میگم من سعی کردم این ویدیو رو تو 5 دقیقه تموم کنم و شد 10 دقیقه. ببخشید، عذرخواهی میکنم بابتش. و به عنوان کلام آخر بهتون بخوام بگم، من 3-4 تا ویدیو گرفتم، خواستم خیلی از نکات رو من نتونستم بهتون آموزش بدم چون ویدیو واقعا 18-19 دقیقه میشد و خسته کننده میشد. پس همینجا ویدیو رو تمام میکنم و اساسی ترین چیزایی که فکر میکردم نیازی بهتون بگم و سعی کردم بهتون بگم. امیدوارم که راضی و قانع بوده باشید و خیلی کمکتون بکنه توی بخش ریکویل گیری گان و سنسیویتی گان. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و منو با لایک و سابسکرایباتون حمایت کنید و به هم انگیزه و انرژی بدین. دمتون گرم، میبینمتون. بدرود.